سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه و لباتون همیشه خندون. بچه‌ها، برای ورود به هاستدار ادمین در کل دو تا روش وجود داره که من در ادامه بهتون میگم که کدوم روش بهتره و پیشنهادم کدوم روشه. بچه‌ها، روش اول اینه که موقعی که هاست میخری یه سری اطلاعات براتون ایمیل میشه، یا ایمیل میشه یا اس میشه. اکثر شرکت هاستینگ براتون ارسال میکنن. یه سری اطلاعات دارید، یا آدرس ورود هاسته که یا هاست نیمه یا آی پیه. پورت هم حتما در ادامه براتون ارسال میشه. پس هم آی پیه و هم پورت، نام کاربری و رمز عبور. خب اینا وقتی که شما هاست میخری برات ارسال میشه. ما داریم روش اول رو بگیم. چیکار میکنه؟ مثل میزبان پک، خب یه سری اطلاعاتتون میفرسته، دامنه رو ارسال میکنه و پورتی که حالا هست. به عنوان مثال برای شرکت میزبان پک این آدرسش میشه، آدرس ورود میشه که اینو ایمیل میکنن قطعا 100%، و پورت 7618. پورت پیش‌فرض داره ادمین به صورت 2222 هست، ولی خب ما برای امنیت بیشتر پورت اومدیم عوض کردیم، 7618 هستش. یا آی پی پورت رو میزنید. به عنوان مثلا اگه آی پی خود چیزو پیدا کنم، آی پی مثلا این سرور پیدا کنم، میشه این آی پی و پورتی که هست 7618. حتما هم باید این دو نقطه رو اینجا بزنیم. این برای شرکت مثلا میزبان پک. شما مثلا اگه یه جای هاست داری، خب طبیعتا آی پی و پورتش متفاوت. خب این از این روش اول. روش دوم اینه که بچه یه نکته در مورد روش اول بگم. اگه حال بستگی تنظیمات شرکت هاستینگ هم داره، مثلا شما اگه 3 بار بیشتر مثلا پسورد و یا نام کاربری و رمز عبور رو اشتباه بزنید، آی پی شما مسدود میشه و باید تیکت بزنید که آی پی من مسدود شده، بازش کنید. خب و این ممکنه حالا تایم زیاد ازتون بگیره. بهترین روش دومه که من پیشنهاد میکنم که از روش دوم همیشه استفاده کنید. آی پی شما هم تحت هیچ عنوان بلاک نمیشه. ورود مستقیم از پنل هاستینگ. آقا هر جایی که هاست گرفتی حتما یه پنل داری، درسته؟ مثل میزبان پکی که پنلش اینجا مشخص. خب روی سرویسی که داری کلیک میکنی و روی ورود به دایرکت ادمین میزنی، خودش به صورت خودکار ارجاع میشه به پنل دایرکت ادمین. یوزر پسورد به صورت خودکار وارد میکنه و تو ارجاع میده به کنترل پنل. به همین راحتی با یک کلیک شما میتونید خیلی راحت وارد بشید. آی پی تون هم محدود نمیشه. پس من روش دوم پیشنهاد میکنم و حالا بعضی مثلا روش اولو دوست دارن و ادامه میدن. نظری داشتید، خواستی چیزی بخواد بگید، نمیدونم خطایی داشتید، توی کامنت ها بگید، ما راهنماییتون میکنیم. شاد باشید.